سلام دوستان من، امروز هم میخوام بهتون یه غذای اصیل گیلان یاد بدم که باقل قاطق هستش. 300 گرم باقالی کشاورزی داریم، 4-5 قاشق شوید، چند حبه سیر و 2 عدد تخم مرغ. اول از همه سیراتونو پوست بگیرید. 8 عدد سیر باشه برای این غذا کافیه. به این صورت. و بعد از اینکه لهشون کردیم با چاقو یا ساتور ریز کنید. سیر رو با کمی روغن به مدت 1 دقیقه با کمی زردچوبه سرخ کنید. بیشتر از اون نذارید که میسوزه. همین 1 دقیقه باشه کافیه. بعد باقالی رو داخلش بریزید. با کمی زردچوبه شوید رو بهش اضافه کنید و حدود 2-3 دقیقه تفت بدید. زیاد تفت ندید که تلخ میشه. بعد آب اضافه کنید، آب جوشیده به اندازه یه بنده انگشت بالاتر از باقالی. موقعی که بعد از 20 دقیقه که جوشید نمک و فلفل اضافه کنید. 20 دقیقه زمانش مناسب. 2 عدد تخم مرغ رو اضافه کنید، هم نزنید و سر قابلمه رو بذارید. 5 دقیقه بعد غذاتون آماده میشه. بفرمایید. باقل قاطق اصیل گیلان با کمی ترب و ترشی، مای دودی یا مای شور هم اگه بود که عالی بود.